معارف که از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته بهره رشد با مرامی آن چاره‌های موثر و تدبیرهای سودمند اندیشیده می‌شوند. در این سم برنامه‌های مختلفی صاحب مورد تطبیق قرار داشته، عین حال برنامه رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات عمومی خصوصی برای سال‌های 2022-2027 عملی گشته ایستاده است. در پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در میان همه سمت‌های مهم ذکر شده، ساحه معارف همچون پایه اساسی رشد استواری دولت و کفالت آینده درخشان تاجیکستان موقع کلیدی کسب نمود. پیشوای ملت با تحلیل عمیق وضع جهانی و روندهای معاصر تاکید کردند که به رشد معارف رسیدن به هدف‌های استراتژیکی دولت غیر امکان است. به تعبیر پیشوای ملت، معارف اساس پیشرفت دولت و سرمایه با اعتماد ملت میباشد که این سخنان اهمیت حیاتی ساحه معارف را بازگو مینماید. در این زمینه هدف برنامه رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات عمومی خصوصی برای سال‌های 2022-2027 فراگیری بیشتری کودکان به تعلیم و تربیت تا مکتبی، دسترسی به تحصیلات باصفت، تامین شریکی بخش‌های دولت و خصوصی میباشد. برنامه مذکور شرایط فراهم می‌آورد که تا سال 2027 مطابق نقشه مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی خصوصی و میانی عمومی خصوصی تأسیس داده شده، رقابت‌پذیر در گرفتن تحصیل باصفتی تا مکتبی و عمومی خصوصی تامین کرده شود. در دایره این برنامه در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت تا به امروز 33 بنای نو کودکستان ساخته به استفاده داده شده است. قابل ذکر است که همکاری میان دولت و بخش خصوصی، تطبیق برنامه‌های مشخص و دستگیری صاحبکاران می‌تواند به طور نظررس فراگیری کودکان را به کودکستان‌ها کاهش دهد. چنانچه در شهر و دهات کانی بادام از 22 عدد کودکستان 5 عددش خصوصی بوده، سال 2024 دو کودکستان خصوصی با اشتراک پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مورد بهره برداری قرار داده شد. مؤسسه از 6 گروه عبارت بوده. در عموم 180 نفر تربیتگران و تربیت فرا گرفته شدند. بنای مؤسسه دولتی با خط برق آزاد پیوست بوده. برای زمستان گذرانی تمام شرایط مهیا می باشد. باید تذکر داد که ضمن ارائه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حل مسائل اجتماعی بخش‌های تندرستی، فرهنگ، زنان، جوانان و ورزش نیز توجه زیاد ظاهر گردید. طوری که سرور دولت ذکر کردند، مبلغ گذاری ساحه تندرستی از حساب بودجه دولتی در سال 2025 به 4 میلیارد و 300 میلیون سومانی رسانیده شده. تا 10 سال آخر از حساب همین سرچشمه‌ها 1300 انشاءات ساحه تندرستی ساخته به استفاده داده شده است. این توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و به خصوص رهبر دولت به رشد ساحه نگرانیده شده است. ساحه تندرستی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک ساحه اجتماعی دولت به حساب رفته، به او بسیارتر توجه خاص ظاهر کرده می شود که در دوام 10 سال آخر بنیاد 1300 مؤسسه‌های ساحه تندرستی از آن جمله مجهز گرداندن با تجهیزات‌های زمانوی و جاری نمودن توابط‌هایی که در جمهوری تاجیکستان گذرانده می شود به نهایت اهمیت ضروری داده شد و از آن جمله برای سمت داروسازی در جمهوری تاجیکستان اهمیت خاص ظاهر کرده شد. باوری دارم که چنین پیشرفت‌ها و مجهزگردانی مؤسسه‌های تندرستی برای پیشرفت ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان مساعدت می‌کند. در مجموع ساکنان ولایت سوق نیز در ردیف تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان با جانبداری پوره از سیاست دوراندیشانه و انسانپرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای رسیدن به دستاوردهای بیش از پیش قدم‌های استوار می‌گذارند.